سلام. جشن اساسی نوروزی در تاجیکستان پایان یافت، ولی بحث خرج‌های هنگفت برای تجلیل از آن در شرایط گرانی نرخ‌ها ادامه دارد. روز 21 مارس با شرکت امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان نوروز در ناحیه جلال‌الدین بلخی برگزار شد. در این جشن اشتراکداران انتخابی بودند و نه همه مثل این مرد که از ناحیه خراسان به اینجا آمده بود به ورزشگاه راه یافت. او هوس تماشای نوروزی نداشت، بلکه می‌خواست پرزیدنت را ببیند. سه بودم پیش کردم، برو گفتم نموندم، ولی سال نموندم. با اوش دروازه رفتم، با مدرون نموندم که ولی سال پیش کردم. بچه بگی های که گفتم بچه رو به های کامودم. این هم ایستادم، ولی سال بسیار چی نکردم که ما پیش پرزیدنت اومدن که یاردم میکنن گفتن که نتوانستن که ولی سال نموندم. هزاران خواننده ماه‌ها برای نمایش صحنه‌ها آمادگی دیدند. نفری که نامش را در سامانه رادیو آزادی ننوشته است از تجلیل پردبدبه نوروز تنقید کرده است. او گفته است که نوروز را پیشتر ساکنان عادی و صمیمی تجلیل می‌کردند. تاجیکان این عید را در دامن کوه‌ها جشن می‌گرفتند، نه در ورزشگاه‌ها. مادران دهاتی خوراک‌های نوروزی می‌کردند. در شرایط پستی اقتصادی چنین جشن پرخراجات خوب نیست. کاربران جلب صدها نوروز برای شرکت در جشن‌های نوروزی و هفته‌ها دور ماندن آنها از تحصیل را تنقید کردند. در آمادگی به جشن نوروز در ختلان شهناز سفر و یک خواننده مکتب بیمار و هلاک شد. ورزشگر در سامانه آزادی به این اشاره کرده است. تمام شکوه نوروز امساله بلخ را این دخترک ناکام با خود برد. افسوس جای خوانش و دانش را رقص‌های بی‌معنی گرفتند. برخی هم گفتند نوروز جشن شادی و با هم آمدن است و مردم تاجیک حق دارند که در یک سال یک بار خرسندی کنند. نسیم در صفحه اینستاگرام آزادی چنین نوشته است: باور کنید کنسرت های نوروزی را ما تمام سال تماشا میکنیم و خرسندی میکنیم. در همه جا کمبودی نکوبید. در یک جشن ملیمان صرف کنیم و خرسندی کنیم، دنیا چپن نمی شود. کاربران دیگر گفتند خرسندی را به صرف زیاد نیز می شود تشکیل کرد. نفر به نوشتن نامش در سامانه آزادی گفته است جشن‌های دولتی را باید تنظیم کرد. تنظیم میگویند ولی میلیون ها سومونی بودجه را به آب میپرتایند. یک بیچاره را برای صرف در توی خودش 10,000 سومونی جریمه میکنید. برای صرف بیهوده پول ما اندوه پرندگان کی جواب میدهد؟ شما چی میگویید؟ به جای این جشن‌های به اندیشه شما پرخرج چی باید کرد؟ زیر همین برنامه نویسید و یا در صفحه رادیو آزادی که نشانیش را میبینید. اگر در ویدیو ثبت کنید و به این شماره ما از طریق تلگرام و یا واتساپ بفرستید چی بهتر. آزادی آنلاین به پایان رسید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.